اگر این بحث انقلاب جدا بود قطعا انقلاب ما خالی بوده مسائل و مبانی اصلی. لذا 13 آبان که دیگه روزی اعتماد صحنه حضور داشتیم و این بحث استکبار ستیزین ما انشاءالله زنده نگه داریم، چرا که ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام نقش ایفا کنه. امروز بیداری اسلامی نشأت گرفته در انقلاب اسلامیه و این گونه مراسم ها انشاءالله باید زنده بمونن تا مردم نشسته همیشه در صحنه بود. مهمترین شعار شما در راهپیمایی؟ شعار مرگ بر استکبار. حالا یه استکبار مصداقش الان امروز آمریکا، انگلیس و به سرکردگی صهیونیسم بین المللی. آمریکا بدونه تا زمانی که همین رویه رو ادامه بده مردم ما پای رهبرشون وایسادن و گوش به حرف رهبرشون میدن. نمونه‌ش هم خودش ببینه، اصلا نیازی به هیچ گفتنی هم نیستش. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که مشاهده کردید امروز راهپیمایی امسال 13 آبان خیلی فرق با گذشته داشت. اصلا جمعیت قابل کنترل نبود، ماشین‌های زیاد بلندگوداری تدارک دیده شده بود ولی اصلا ماشین‌ها در بین جمعیت گم شدن. این فقط یک پیام اساسی داره و اونم این که مردم ایران یک مردم با بصیرت و آگاه هستند، شرایط حساس رو خوب درک میکنن. در شرایطی که آمریکا حتی برای دوستان نزدیک خودش جاسوسی انجام میده و سران کشورهای مختلف از جمله دوستان خودش رو مورد جاسوسی و شنود و مکالمه تلفنی قرار میده، اینا نشون میده که ملت ایران این شرایط رو خوب درک میکنن و مردم پل دختر باز هم یک بار دیگر حماسه آفریدن و نشون دادن که این شهر ولایت است و واقعا هم جای تشکر و قدردانی داره که از همه این مردم عزیز، از دانشجویان، دانش آموزان و مردم شریف و مسئولین که با حماسه دیگری رقم زدن، با حضور خودشون یک بار دیگر افتخار آفریدن، کمال تشکر و قدردانی رو دارم.